سلام به بهترین یوتیوب عشقایم حسین، حالتون چطوره؟ امروز هم دوباره اومدیم با یه ویدیو لاتی بهترین اتچمنت اچس برای این سیزن جدید. وقتی من میگم بهترین اتچمنت اچس یعنی این شکلی وان شات کنه بدون پرک. نگاه میلم درام شوق میزنی اچس اتچمنت بهترین اچس به این میگن. نه لجندشو من دارم، یه لجند بر نداره آقا، لجند تو مال چیته. اتچمنت بهترین اچس از لجندش بدتر میزنه. خب اصلا لجندش اصلا خیلی بد میزنه، نمیدونم چرا شما دنبال لجندشین. خلاصه این ویدیو در مورد بهترین اتچمنت اچس لجند کلا 8 دقیقه است. حتما تا آخر ویدیو ببینید. لایک و ساب یادت نره عشق داداش. دیگه چیکارت کنم دیگه؟ لایک و ساب یادت نره عشق مانید. بچه ها این اچس بهترین اچس واسه اچس دیفالت و اسکلتی دارید که چه بهتر اسکلتیشو بردارید. اگرم ندارید اپیک معمولی نذارید، یا لجندری دارید لجندشو نذارید. خودم هم لجندشو دارم نمیذارم. اتچمنت اچس لجندم بهتون میدم، هم لجند و هم اسکلتیش. از نظر من که اسکلتی، از نظر من دیفالت از همش بهتره، بعدش اسکلتی و بعدش هم لجند دیگه. اصلا لجند به درد نمیخوره، یا لجند اصلا واسه بعضی از گانا اصلا به درد نمیخوره، یا اپیک گانای به درد نخوری هم بعضیاشو. این هم یک گیم پلی کامل براتون گذاشتم که فکر کنم 20 تا کیل میگیرم توش، بیشترش هم اسنیپ شات کن، اصلا گان نزدم فکر کنم. خلاصه بچه ها لایک و ساب یادتون نره عزیزم. خوشگل داداش، لایک و ساب یادت نره، این هم دارم زحمت میکشم براتون. خلاصه دیگه همینجا یه عمو حسین با یه قلب قرمز بذار. عمو حسین حسین اتچمنت با یه قلب قرمز بذار عشق منی. اینجا عمو تو میخواستن کتلت کنن، الفرار بیا اینجا کتلتتون میکنم. نگاه کنید شما همیشه به خاطر وان شات کردن یه کاور شات بر بزنید، یه چیز زیادی نمیخواد با فست اسکوپ. شما الان مثلا این اتچمنت اچس رو برمیدارید از من بهتون میدم، نرید الکی بزنید رو هوا یه دونه از تیرا بخوره به یارو بگی وان شات نمیکن. تو باید دقتت خیلی بالا باشه، که حالا من نمیگم دقتم زیاد بالاست، ولی در اون صورت دقت خوبی دارم. یعنی دقتت اگه بالا باشه تو با بدترین اتچمنت هم وان شات میکنی. دقتت باید بالا باشه، ولی این اتچمنت ببین دقت هم پایین باشه، چه فست اسکوپ، چه ایم بگیری، چه هیت فایر بزنی، بهترین اتچمنت اچس در نظر من. یعنی ببین تا حالا اتچمنت اینجوری نداشتم که برم لب دراپگان بدون پرک، حتی پرک اپیک یا حتی اون پرک آبیا، بدون پرک 3 تا وانشاتی پشت سر هم بهم بده، یا تک به 6 رو دیدید دیگه، 6 تا وانشاتی پشت سر هم بهم داد. یعنی چی؟ یعنی بهترین اتچمنت دیگه. اینجام که عمو حسینتون رو کتلت کردن. اینجا نکن، اینجا الان اچس همو میکشم تازه. اتچمنت اچسی که من بهتون میدم یعنی بهترین اتچمنت اچس دیگه، واسه اونایی هم هست که اپیکو چی لجند یا اپیک ندارن اتچمنت اچسیشون. من این لجندشو خودم دارم، به قرآن بچه ببینید من لجندشو برنم دیدید دیگه اونجا الان لجند نه اینجوری وان شات کنه بدون پرک، تق وان شات بدون پرک. به این اتچمنت میگن اچس، نه به اونی که میرید 6 تا دونه پرک لجند روشت با 3 تا شاد یارو میندازه میگید بهترین اتچمنت اچس. خلاصه بچه یه لایک بزن، چون هر کی دوست داره یه لایک بزن ما مانیتایز شیم. پس راستی بچه ها رفقا میگن تو خیلی پلشتی اصلا نمیتونی مانیتایز شی. من میگم سیکتر کن آقا، من به خاطر عشقام ویدیو میذارم، بدین تو پول من واسه شما ویدیو میذارم، بعدش یه لایک هم بزن دیگه. من میدونین چرا میگم مانیتایز اگه بشم کیفیت ویدیو میره بالا، ادیتور میگیرم، نمیدونم پیسی میگیرم براتون، لایو استریم میذارم، همه چی دیگه. من اینجوری میگم. و من الان
سابامون گردن فقط ویو مونده. اگه به 3000 ساعت واچ تایم برسم شما این ویدیو رو لایک کنید، حتما میرسم. عشق منید. سابم یادتون نره اتچمنت یه ذره جلوتر هستش، ببخشید یه ذره وقتم گرفتیم. اتچمنت چیز به این میگن آجی، نه اونی که شما میرید ور میدارید یه دونه چیز روشه 6 تا پرک لجن روشه تقوان شاد میکنید میگید بهترین اتچمنت چیز اچس تاریخ کالاف. بعد من دو این ویدیو پرکاشم بهتون میگم که پرکایی باید بندازید روش شاتگان که هم به بوفتتون خوب باشه هم چق وان شد. نه اونی که 3 تا شات بزنید. دیدید من دو این ویدیو اصلا 2 شات نکردم، همه رو وان شات کردم، همه رو مالیدم. خلاصه همه رو مالیدم. اتچمنت اینش خوبه دیگه، نه اونی که شما ور میدارید 3 تا شات باید بزنی به یه نفر بعد یارو وان شات هم نشه. خلاصه آقا یه لایک بزن پای ویدیو، کامنت گوگل مگولی هم برام حسینت بذار. ویدیو کلان 8 دقیقه است، باورتون میشه 6 دقیقه و 20 ثانیه‌اش گذشته. آره دیگه شم حسین باشی زود میگذره. عشقای داداشت بریم الان میریم سراغ اتچمنت. خلاصه لایک رو بزنید که بریم سراغ اتچمنت. زدی بریم. نکنید با پرک این اتچمنت 756 تا دمیج میده. یا ببین این دمیجش چیزه نه یه بار 640 تا میده ولی اصلی ترینش 756 تا دونه است و نکنید دیگه همه جوره وان شات میکنید یعنی این اتچمنت. پرک هایی هم که باید روش بندازید لاین برل، پرک اون دمیجون تیره با یه دونه پرک دیگه هم هست 2 تا فلشه اونم باید بذارید رو. اینم اتچمنت شات کنه نکنید. شاید بگید اتچمنتش دریوریه ولی بهترین اتچمنت اچس اینا نکنید. الان هم لجندشو بهتون میدم هم این واسه اسکلتیه، اینم برای لجندش نکنید. اونایی که لجند دارن اینو بزنن، اونایی که اپیک دارن یا اصلا اپیک هم ندارن اونی که رو اسکلتی گذاشته هم بذارید. اینم از این ویدیو بودش. خب خوشگلای منید، یه کامنت بذار برام حسینت که اگه تا اینجای ویدیو دیدی یه قلب قرمز برام حسین بذار. خلاصه لایک و ساب فراموش نشه. بای بای.